سلام، این نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است. سخن نخست از روزنه زمستانه این است که در عالم بسکتبال بزرگترین و پرسر و صداترین ارتباط ترانسفری عملی گردید. زمانی که یکی از بهترین بازیگران NBA و چهره کلیدی دالاس ماوریکس لوکا دونچیچ برای عوض انتونی دیویس به لس آنجلس لیکرز عوض کرده شد، این خبر غیر از عالم بسکتبال کلی سیاره سبز را به حالت شوک دچار نمود. هرچند که در ماوریکس از جهت آینده بینی به نفر اساسی خویش شبهه نمودند و این هم به زبان عام فهم کورنمکی است، او باشد در لیکرز با خود شاهی بسکتبال لبران جیمز هم دسته شد. راستی برای همگی این ترانسفر چون پیدایش رهد و پرق با یک بارگی در روشنی روز بود. در مورد تا 116 میلیون دلار کم شدن مبلغ شرطنامه‌ای دونچیچ حرف نمیزنیم، ولی در آخر تنها همین را گفتنی داریم که این ترانسفری به عقلانه کی به سری مالکان دالاس آمد و سر و صدا اطراف این تا کجا دوام میکند. در عالم فوتبال باشد وولورهمپتون انگلیسی مارشال مونیتسی را از رینز برای عوض 16 میلیون پوند و ناصیر جیگر را از سروینا زوزدا برای عوض 10 میلیون پوند خریداری نمود. همزمان اورتون کارلوس آلکاراس را از فلامنکو با امکان خریداری 15 میلیون پوند به اجاره گرفته است. این بازیگر 22 ساله از تیم ساوثگمپتون آمده است. برایتون باشد ولنتین بارکا را به استراسبور روان کرد و فرانسوی ها این بازیگر را می توانند برای عوض 8 میلیون پوند خریداری کنند. این نیمه‌گر نیمه اول موسم را در سویل گذرانیده بود. همچنین برایتون بهترین نشانزن نیورنبرگ استفانوس سیماس 19 ساله را بر عوض 25 میلیون یورو خریداری کرد. بورنموث هم از کسی در بازار خفا نمانده با ارزش 12 میلیون یورو بهترین نشانزن لاریان لوی جونیور کروپی 18 ساله را خریداری نمود. از جانب دیگر تاتنهام کوین دانس را از لنز با امکان خریداری 25 میلیون به اجاره گرفت. دسته دیگری لندنی با نام چلسی پیش از مهلت دیوید فافانا را از اجاره از گوزتپه برگردانید. باشگاه ترکی می توانست این بازیگر 22 ساله را بر عوض 20 میلیون پوند خریداری کند، ولی این کار نشد. چلسی بر زمین چزارو کازادئی را با ترینو با نرخ 15 میلیون یورو فروخت و این نفر 19 ساله با ایتالیایی‌ها شرطنامه مهلتش تا سال 29 دارد. یک کار دیگری بازاری چلسی در زمستان این بر عوض 15 میلیون یورو خریداری کردن ماتیس اموگو از سنت اتین است. نفر 19 ساله‌ای که با لندنی‌ها شرطنامه تا سال 2033 امضا می‌کند با اجاره به استراسبور روان کرده می‌شود. ویلیام باشد در سن 36 سالگی قرار کرد که یک بار دیگر به فولهام برگردد، زیرا پس از رفتن از اولمپیاکوس او دیگر دست نیافت و قرار کرد که بازگشت به انگلیا برایش بهترین وریانت است. تیم دیگری لندنی با نام وستهم یونایتد باشد از برایتون ایوان فرگوسون را تا آخر موسم به اجاره گرفت. در این برابر به صفحه وستهم یونایتد جیمز وارد پراوز از اجاره از ناتینگهام فارست برگشت. گپی دیگری اوید خریداری زمستانی در انگلیا باز هم به دسته از شهر منچستر داخل دارد. این نوبت من سیتی نه بلکه ام یو اوید گزارش ایدن خیونی 18 ساله از آرسنال اعلان نمود. ام یو باز تیرل مالاسیا را تا آخر موسم به اجاره به پی اس وی روان کرد و در صورت خریداری بازیگر هلندی ها باید 10 میلیون یورو پرداخت نمایند. گپ آخران باشد به لیورپول ربط دارد. دسته که اخیراً استفان بایچتیچ را به اجاره به لاس پالماس روان کرد. نیمه‌نگری 20 ساله که نیمه اول موسم در زالتسبورگ بود اکنون به اسپانیا رفت. در ایتالیا ماکارونی باشد نیکولو فاجولی از یووه به فیورنتینا طریق اجاره 2.5 میلیون گزارش انجام داد. این نیمه‌نگری 23 ساله را دست از فلورنسیا می تواند برای عوض 13.5 میلیون یورو خریداری هم کند. از خود فیورنتینا باشد دسته کوموی فابریگاس ژاناتان ایکانه را برای عوض 1 میلیون یورو به اجاره گرفت و می تواند با ارزش 8 میلیون خریداری هم کند. یک نفر دیگری رفتگی در این سرمای زمستانی از فیورنتینا این ریکاردو ساتیل است که به میلان به اجاره رفت. خودی بنفشرنگ ها بعد گسیل کردن اینقدر خلق زیاد از PSG شر ندور را به دست آوردند. شری گفتگی برای دست از فلورنسیا 5 میلیون یورو ارزش پیدا کرد. یک نفر دیگری نو برای نفرانی دارای پیراهن رنگی بنفشگی نیکولو زانیولو است که از گالاتاسرای به اجاره گرفته شد و نرخ خریداری 15.5 میلیون یورو را تشکیل می دهد. نیمه اول موسم را نیکولای 25 ساله در آتالانتا گذرانیده بود.
گپ اگر سری یوونتوس رود، این دسته آرتور ملا رو به اجاره روان کرد و این کاری زبرها 700,000 یورو ارزش پیدا نمود و این دسته نوش هم ژیرونا است. دو گپ دیگر علاوگی در دایره کارهای لاتسیو داریم. این تیم ریمی بر عوض 4 میلیون یورو دفاعگر رد بلاین را بر عوض 10 میلیون یورو شامل تیم کرد. همزمان نیمه‌نگار کوین زرالی از میلان و اجاره به مونس آمد. این سخن‌ها خیلی کم بودند، پس نباشد دو گپ دیگر درباره سوداکاری بالونیا از دهان بیرون میکنیم. دسته سابق تییاگو موتا دوید کالابریا را از میلان به اجاره گرفت و این بازیگر هم از جنجال‌ها با کانسیساو خلاص شد. بالونیا همچنین از سامپدوریا استانیس پدرولا را تا آخر موسم با ارزش 5 خانه لوکس یعنی 500,000 یورو به اجاره گرفت. روما در این میان حیران نمانده گورنا دوآتو را شامل تیم کرد و بر زمین دفاعگر از گالاتاسرای ویکتور نیلسون 26 ساله را پیراهن گورگون پوشانید. همزمان روما یک زمان سالو را از دست داده بود و این نوبت باشد دفاعگر تونته اناس صلاح دین را با ارزش 8.2 میلیون یورو شامل تیم کرد. تا کجا این بازیگر 23 ساله چنین سالا معروف و فایده آور می شود؟ از موسفید رانیری پرسیدند در کار. پیش از آنکه خیالم به یگان کشوری دیگر برویم، بیایید از سرگردانی‌های ترانسفر اینتر هم یک سخن کنیم. اینتر میلان از روما نیکولا زالفسکی را به اجاره گرفت و با نرخ 6.5 میلیون یورو او را میتواند به پرگی خودی کند. همزمان دسته اینزاگی تاژان بیوکینن را به ویلیاریال فرستاد. سوبمارینه زرد میتواند این نفر را بعد اجاره 1 میلیون با نرخ 13 میلیون یورو به طور پوره زرد پوش نماید. دسته دیگری دعواگر برای قهرمانی در برابر اینتر این آتالانتا است که از بالونیا دفاعگر شتفان پوش را به اجاره گرفت. یک دو کاری دیگری بازاری را باشد کومو هم با سامان رسانید. زمانی که ایوان سمولچیچ را از ریکا با نرخ 2 میلیون یورو خرید و مارکو سالا را به اجاره به لچی روان کرد. بیایید یک زمان از کارهای ترانسفری ملک پولداران هم خبر بگیریم و نخست به طور غیر عادی از رن شروع میکنیم. رن نخست لیو استیگور را به اجاره به هوفنهایم روان نموده با التماری از مونپلیه شرطنامه کاری امضا کرد، در حالی که کازیم الگبئی را از سرکل بریوگ شامل دسته نمود. رن همچنین با ارزش 15 میلیون یورو دفاعگر انتونی رو را از شتوتگارت خریداری کرد و با او شرطنامه مهلتش تا سال 29 امضا نمود. رن همچنین از مارسل اسماعیل کانه را برای عوض 1 میلیون یورو با امکان خریداری 14 میلیون به اجاره گرفت. همچنین اگر درباره عملهای بازاری تیم‌های موناکو و مارسل نگوییم اصلا خوب نمی شود. نخست گپان است که نیمه‌نگار بشکتاش علی المسرتی بر عوض 1 میلیون یورو با امکان خریداری 10 میلیون با موناکو به اجاره آمد. مارسل باشد امین گویری را از رن با ارزش 19 میلیون یورو جمع بونوس ها شامل تیم کرد. لیل در نوبت خود از آیاکس دست برای ارسنال چوبا اکپوم را به اجاره گرفت و دوگ ها می توانند این نفر را به پرگی خریداری هم کنند. بیایید در آخر گپ اطراف فرانسویان از گزارش فرانسیسکا کلن به نانت هم فراموش نسازیم. نیمه‌نگار 33 ساله در ملک بریتان تا تابستان امسال میماند. گپ را از آلمان از آنی سر میکنیم که سرمربی نوی دسته بروسیا دورتموند نیکا کاوچ می باشد. این نفر خود نوری شاهین را در صف زنبورها عوض نمود. دو گپی دیگر علاوگی اطراف دسته سیاه و زرد پوشان، این البته که اطراف کارهای ترانسفری اند. دورتموند از چلسی با امکان خریداری 40 میلیون کارنی چوکویمکر را به اجاره گرفت. سپس با نرخ 5 میلیون یورو از آیاکس دیانت رامای را شامل تیم کرد. همزمان دسته دورتموندی دفاعگر نورچلند دانیل سونسون 22 ساله را با امکان خریداری به سیگنال ایدونا پارک آورد. همزمان باواریا هم در این بازار یک جنبی دو دفاعگر 18 ساله آدم از نور را به ولایدالید به اجاره روان کرد. دسته قدرتمند میونخینی در این زمستان گابریل ویدویچ را از ماینز باز پس آورد، زیرا این وینگر 21 ساله در صف ماینز این موسم تنها 3 دقیقه به میدان آمد و خلاص. همچنین باواریا در آمد گپ با آلفونسو دیویس شرطنامه نو امضا کرد و دیگر گپی رفتنش به ریال تماما مرد. در ادامه کارهای بازاری آلمانی ها میتوان از کارچلانی اربی لیپزیگ هم سخن کرد. این دسته وینگری منتخب فرانسه U18 تیدیام گامیس را با ارزش 1 میلیون یورو
به اجاره گرفت. یک کار دیگری قابل دقت در بازار از جانب این دسته سیستم ردبول اجاره دفاعگری 19 ساله از استون ویلا کوستا نیدلکوویچ می باشد. بعداً او را میتوان برای عوض 15 میلیون یورو فروخت. بایر هم از پادک قفا نمانده ماریو ارموسو را از روما تا آخر موسم به اجاره گرفت. بازیگر 29 ساله که پیشتر در اتلتیکو بازی میکرد اکنون به پورگی به اسپرین خوری گذشت. همزمان وردر از برمن اندرس سیلوا را از اربی لیپزیگ تا آخر موسم به اجاره گرفت. حمله‌وری که در 8 بازی بوندسلیگا فقط یک گل دارد برای موسیقیچیان سخت در کار شده است. گپ آخران از آلمان این است که هافنهایم 10 میلیون داد و وینگر 18 ساله از هامربی به زمان توره را به دست آورد. در ملک آفتابی اسپانیا باشد سابق دفاعگر PSG و باواریا خوان برنات تا آخر موسم به خطافه رفت. همزمان در خود اسپانیا ولنسیا از تهخانه جدول نیمه‌نگری پورتو ایوان خایم 24 ساله را به اجاره گرفت تا وضعیت وخیمش را تا جای درست کند. بارسای بزرگ الکس ولی 20 ساله را تا تابستان بهر کسب تجربه به کاما فرستاد. این نفر نیمه اول موسم را در چمپیونات شتلندیا گذرانیده بود. در پرتغال همسایه با اسپانیا باشد بنفیکا اندریا بلاتی را از کامو به اجاره گرفت و فوروارد 31 ساله باید که با دسته لیسابونی مدد کند. همزمان مگامد چپی سلیمان از آرسی کیپر بر عوض 2.5 میلیون یورو به کانزاس سیتی از MLS پیوست. همچنین به این تیم آمریکایی مانو گارسیا آمد. سرخیو راموس از این پس قوه خویش را در منطقه مکزیکو می‌سنجد و با خاطر گلش در فینال لیگ چمپیون‌ها به دروازه اتلتیکو مادرید رقم 93 گرفت. این دفاعگر 38 ساله در یک سال 4 میلیون یورو معاش می‌گیرد. با اسپارتاک مسکو باشد شمار نیکلسون شرطنامه همکاریش را قطع نمود. این معنای آن را دارد که میانی بازیگر از حوزه بحر کریب و دسته مردمی گپ‌ها نپخت. همینطور نیکلسون 27 ساله زیاد بکار نموند و به تیخوانه مکزیکو پیوست. همزمان گالاتاسرای بر عوض 2.5 میلیون یورو ماریو لیمینا 21 ساله را از وولفز خریداری نمود و شرطنامه میان جانب‌ها 1.5 سال را در بر میگیرد. همچنین این زمستان از دسته النصر رونالدو اندرسون تالیسکا به ترکیه به فنربخچه اجازه آمد. نمیدانم بین رونالدو و تالیسکا چرا مناسبت‌های خوب در نپایید، ولی از این پس او مثل ونسان ابوبکر راه بعدی خود را در رونالدو سیاه‌کنی و در چمپیونات ترکیه دوام می‌دهد. خلاص که باز یک نفر دیگر از برکت پیریکار در نیمه‌های فوتبالی به نصیب گردید. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.